عکس این آقای ابراهیم رئیسی رو به مردم نشون دادن ببینن مردم اصلا ایشان رو میشناسن یا نه. جالبه، نگاه کنید. من میخوام یه عکس نشونتون بدم بگید میشناسید یا نه. باش. آقا من نمیخوام آقا. اسمش اینه. من ندیدم که. دیگه نه. نه داداش. ایشون نه والا. کیشون؟ بگیم میشناسه با این فامیلشون اتفاقا بگو بابا. نمیشناسه. من نه. اصلا نمیخوام بدونم. ایمانو به زاده فلان. نه نمیشناسه. نه نمیشناسه. اون میشناسه. باختر سجا برام. خراسانی؟ صدام بده. نه. دوستاتون چطور؟ شما میشناسید؟ نه. اصلا قیافه‌شون رو تو تلویزیون میام اسمشون نمیدونم چیه. فقط چهره خیلی اخمویی داره. من ندیدم تا حالا یه لبخندم بزنه. خب یکی از رؤساست رده. ایشون معاون دادستان بوده یا دادستان؟ یه هنر پیشه هست اینجوری شده. به خدا نمیدونم، فقط یعنی قیافه و اینا یه اسمایی میدونم. هنر پیشه شناختی ندارم. حالا هست یعنی فقط دکتر سید حسن هاشمی رئیس بهداری رو میشناسم و بهش رأی میدم. آغاز چی کسی؟ نه دیگه نمیخوام ببینم. بعد میشناسم. شهیدی منظوره داره. زیاد علاقه ندارم بخوام راجعش صحبت کنم. یالا آقای رئیسی ها؟ چون آقای رئیسی قبلا تو قوه قضاییه بودن، بعد الان هم که تولیت آستان قدس دارم بعد از آقای تبرسیان. حالا میخوان ایشون بیان بشن کاندید ریاست جمهوری. هر کسی حق داره که در کارهای اجرایی کشور مثلا نقش ایفا بکنه، بیاد خوشو مثلا کاندید بکنه. یه جا روحانی بگیره؟ راحت بگم؟ نه. بی خود واسه خالش کاندید شده. پخش کنی یا؟ چون ایشون خیلی تند رو هستم. من مثلا آدمایی که میان رو دوست دارم که کاندید بشن. چه میگن چه ظاهرن تو کاری هم چه الان پستی چه الان دارن فعالیتشون خوب بوده مثل ظاهر. والا کشورداری با آستان قدس رضوی چرخوندن خیلی فرق داره. داخل شدی احمد نژاد 84. من دلم خدا آقای روحانی برنده شه. حالا دیگه نمیدونم. به مناسبت تولد آقای روحانی در خیابان از مردم سوال شده که اگر بخواد یک هدیه، یک کادویی به مناسبت تولد روحانی بهش بدین چه میدین؟ چه کادویی میدین؟ نگاه بکنید، جالب. میخوای بهش هدیه بدی چی میدی؟ دوست داری چی بدی؟ نه تصمیم نگرفتم از واسش کادو نمیخواد. کادو بدم آقای روحانی. روحانی کیه؟ کادو میخواد؟ من برای خانم هم کادو ندارم بدم حقیقت. چه برسه آقای روحانی؟ میگم تولدتون مبارک. یه تبریک میگم. کادو چیزی طلایی. سبد گل میدن. یه روزنامه همشهری واسه استخدام نیازمندیاشون هیچ. من نباید هدیه بدم، اون باید یه چیزی به من هدیه بده. یه دونه کلید جا کلیدی. نمیدونم یه کلید بزرگتر احتمالاً بهش میدم. فوشش میده. فیش حقوقی ما. هیچی. کاری نکردم. من بهش سخنرانی‌های موقع کاندید شدنش کادو میدم، چون هیچ کدوم از وعده‌هاش انجام نداد. هیچ کادویی ندارم براش. چیزی ندارم. حقوق شهروندی که به تازگی PDF رو برای ما فرستاد، SMS شو چاپ میکنن براشون میفرستن، میگم یکم با دقت بیشتری بخونید. یه خودش کلید داره، چی بهش کادو بدن؟ یه تو جیب ما رو نزن که نپیشه. کادوی خاصی نمیدیم بهش واقعیتش. هدیه بشه. زدتون من میگم فردا تولد آقای روحانیه. موعده دیگه. میخوایم بهش کادو بدین چی میدین؟ قلبمو. این بالاتر. دستش درد نکن. دیگه بهتر از این نمیشه. یه خودکاری که معجزه کنه عمل کنه. ما باید بهش کادو بدیم. درسته خدا وکیلی. خسته نباشی، خیلی
رو حرفات موندی. دمت گرم. تولدش هم مبارکه ولی به درد ما نمیخوره. لطف کنه به جای پاک کردن صورت مسئله ها رو حل کنه. تولدتون تبریک میگم آقای روحانی. آقای رئیس جمهور تبریک کردم. تولدتون مبارک. با مردم مصاحبه کردن و عقیده مردم رو در مورد آقای قالیباف کاندید ریاست جمهوری و شهردار فعلی پرسیدن. نگاه بکنید، جالبه. بسم الله الرحمن الرحیم. دزدن همشون از اینکه کاندید شده پخش نمی‌کنین که آخه واقعیت حتما این شهردار مگه نیومده خدمتگزار مردم باشه؟ برای جیبشون خدمت میکنن. دزد واقعی ان. کاری نداره برای بپرسیم ببینیم به چی خدمت کردن. دیگه دستشون برای همه رو شده. چطور نداره که ما متقلبن دیگه. یه شهرداری که اراذل و اوباش نگه داره تو منطقه رشوه گیری، این همه رشوه گیری، نه تکلیف مردم چیه؟ ماموراشون میاد، خدایی ماموراشون میاد. اگه باشون رفیق باشی کایت نره، این رفیق نباشی که پیاده رو درست نمیکنه که میخواد بیت المال رو غارت کنه. مال آدمای پولدار این رئیس جمهور، فکر نکنم واسه پایین شهر فکری بکنه. همینجور ترافیک و شلوغی. همه چیز جدا اینو دارم میگم، همه چیز مال بالای شهره. خب بیشتر همش بالا شهر دیگه، پایین شهر اصلا نگاه نمیکنن دیگه. پایین شهر دیگه اینا خودتون دیگه ببینیم دیگه. بافت بالا شهر با بافت اینجا خیلی تفاوت داره. آره ظاهر شهر خوب بوده ولی رو ترافیک و این چیزا تاثیر نداره. پیمانکار که میدن پیمانکار داره میخوره، خودشون دارن میخورن. یک دومش مال شهرداره. من آدم سراغ دارم، همین الان هفته 500,000 تومان داره میده به شهرداری، ولی چون ما پول نمیدیم نمیذاره وایسیم. شهرداری تهران بیشتر کاراش رو نمایش روی ظواهر امن هست. فکر نکنم کاری انجام بخواد بده. من میدونم که از اول تا آخر باز آقای روحانیه. الان یه پسرک اینجا افسین اسمش با شهرداری مثلا در میافته دعوا میکنه، اون سری سر قصد داشتن پیرانش در آورد دنبال شهرداری چند. به خدا الان یه کاریش ندارم. از دوست که رئیس جمهور در نمیاد. چون که آقا اصلا همین شهرداری بودنش من نشون میده دیگه. رئیس جمهور میخواد بشه چی بشه. آقای قالیباف از همه هر کی هم رأی بده خدا وکیل خیانت به این ملت کرده.